به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. امروز با گفته دیگری از گفته های بزرگان، پند و اندرز صالحان و نکوکاران گذشته در مورد دلبستگی به دنیا. آنگونه که می‌دانیم خداوند دنیا را جای گذرگاه و آخرت را قرارگاه آفریده. بنده می‌باید از گذرگاه آنگونه که شایسته است به حقیقت این گذرگاه، به ماهیت این گذرگاه، به ارزش این گذرگاه آنگونه باید گذر کند و برای قرارگاه ابدی خود میباید به طرز شایسته و لایق آمادگی بیند. از این است که دلبستگی به این گذرگاه انسان را از حرکت کردن، از آماده شدن به سفر و قرارگاه باز می‌دارد و به سرنوشت انسان، به آینده کار انسان این دلبستگی خطر دارد، ضرر دارد. البته دنیا را آباد کردن و پشت کار دنیا بودن این کاری بدی نیست، بلکه کاری شرعاً محبوب و مرغوب است. این قرآن ترغیب میکند، خداوند امر کرده در کتابش که انسان دنیا را آباد کند، اما دلبستگی و محبت نکند. زیرا محبت کردن به دنیا، دلبسته شدن به دنیا انسان را از آخرت غافل میسازد، از قرارگاه ابدیش او را غافل میسازد، از یاد آن جایی که به آنجا رفته ابدی میماند خاطرش را در غفلت قرار میدهد و انسان خیلی زیان و ضرر میبیند. بنابراین بزرگان ترغیب کردن و تشویق کردن و پند اندرزها گفتن برای سالکان، برای مؤمنان تا از این خطر دور باشند. آنگونه که قرآن البته صدها آیه دارد در این مورد و این چنین احادیث زیاد است که از دلبسته شدن به دنیا، دوستدار شدن از اندازه زیاد به دنیا هشدار می‌دهد. اینجا در این حکمت امام یحیی بن معاذ رازی زاهد دوران خود میگوید: یا ابن آدم لا یزال دینک ممزقا ما دام قلبک بحب الدنیا متعلقا. میگوید ای فرزند آدمی، جامعه دینت پاره پاره است اگر دلت به دنیا بسته است. اگر دلت به دنیا بسته شده، این را دان که جامعه دینت، جامعه دینداریت پاره پاره است، سالم نیست، کامل نیست. چون که آنگونه که اشاره شد محبت دنیا انسان را از یاد آخرت غافل می سازد و اصلا محبت دنیا را خداوند صفتی کافران خوانده. در سوره انسان خداوند فرموده: ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. آنان این دنیای در حالی را دوست می دارند و در محبت دنیا غرق شدند. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، و روزی سختی را که در پیش دارند از یاد برآوردند. مومن می باید عکس این صفت را داشته باشد. می باید دنیا را دنیا داند، دنیا را به حقیقت خودش شناسد. در حکمت دیگری بزرگان می گفتند دنیا اصلا مال خداست، در نزد خدا ارزش ندارد. چرا در نزد تو که مال تو نیست ارزش داشته باشد؟ یعنی خداوند این دنیا را آفریده، هست کرده، از آن اوست، مال اوست، نزد خودش ارزش ندارد. چرا نزد تو که مال تو نیست، اصلا چیزی تو نیست ارزش داشته باشد؟ و زهد ترک ما یشغل عن الله. زهد، حقیقت زهد هم همین است. زهد نیست که انسان تجارت را ترک کند، زراعت را ترک کند، به دنیا به بازار سر و کار نداشته باشد. نه، زهد یعنی آنچه که تو را از خدا باز می‌دارد ترک کنی. اگر مال تو را به خدا میرساند، ثروت تو را به خدا میرساند، ثروت داشتن زاهدی است. یعنی آنچه که تو را از خدا باز می‌دارد، از آخرت باز می‌دارد، ترک آن زهد است. موفق و مؤید باشید دوستان عزیز.